ریاست کارهای داخلی شهر دوشنبه روز 23 مارس سال 2023 خبر داد که شخصیت مردی که یک جوانزن را لطوکوب کرده مجبورا به ماشینش سوار کرده بود معاین گردیده او را تحت جستجو قرار دادند. معلوم شده است که او ساکن پایتخت نعیم جان ددبایف در باغ روی نو با همسر سابقش مناقشه کرده او را زیر مشت و لغت گرفته است و سپس به ماشین تاکسی مجبورا سوار کرده است. صحنه 22 مارس سال جاری در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر گردید که در آن لحظه لطوکوب و مجبورا به ماشین سوار نمودن یک جوانزن از جانب یک مرد انعکاس یافته بود. این ویدیو موج واکنش‌ها را به بار آورد و بنا به اطلاع ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی از مقامات ملی درخواست کردند که حادثه مذکور را سنجش و نسبت به آن مرد در دایره قانون چاره‌اندیشی کرده شود. در نتیجه برگزاری یک قطار چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی راننده اتومبیل در نوار انعکاس یافته تمغه اوپل استرا رقم‌های قید دولتیش 0707 KU07 حضرت قلوف جمشید سال تولدش 1985 استقامت کننده شهر دوشنبه کوچه نعمت قره‌بایف به مقامات ملی دسترس کرده شد. ضمن پرسش معاین گردیده است که حضرت قلوف همچون راننده تاکسی صبح بر وقت 22 مارس ساعت 6 صبح با درخواست و فرمایش رفیق شهروند ددبایف نعیم جان به کوچه روی نو نویه سینو به نزد همسر سابق ددبایف نعیم جان رفتند. ددبایف نعیم جان که با مقصد دیداربینی فرزندان خردسال و با فرزندش تجلیل کردن جشن نوروز آمده بود هنگام سیر و گشت در باغ کوچه روی نو با سابق همسر خود مناقشه نموده ترتیبات جمعیتی را دغلانه ویران کرده است. همزمان همسر سابقش را زیر لطوکوب قرار داده مجبوراً به واسطه نقلیات سوار کرده است. عین زمان گمان بشونده ددبایف نعیم جان در جستجو قرار داشته اوج با حادثه مذکور سنجش ادامه دارد.